سلام عشقای خودم، چطورید بچه ها؟ موجی فامیلی هم خوش اومدیم به این ویدیوی خفن باحال. موضوع ویدیو از چه قراره؟ میخوایم بریم آنباکس کیمدی بگیریم، چند تا کارت کیمدی فوتبالی بگیرم و آنباکس کنم با آرش، ببینیم شانسمون چطوره اینا. اول بابام دنبال آرش، مطمئنم الان خوابه، ساعت 3 ظهر الان خوابه و بابام دنبالش رو بیروش کنم بگم آرش بیا ویدیو داریم میخوایم کیمدی بگیریم فلان و اینا. و الان من دنبال آرش، پس بدون حرف و مقدمه یادتون نره حتما ویدیو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله پایین هم بزنید که هر وقت ویدیو گذاشتم سریع براتون پیام بیاد که موجی فامیلی ویدیو گذاشته و بیاد ببینید. پس بریم دنبال آرش، بریم. خب آقا من دنبال آرش، زنگ در خونه‌شون بزنم بگم آرش بیا پایین که دیر شده، یعنی اگه خواب باشه خودم هم میکشم. کلام هم باز کن. سلام. حاضری؟ بچه ها سلام کن. باش بیا حاضر بریم، دیر شده. خلاص دیر شده. چی حاضر نمیشه؟ 4 خب 4 و اونجا باشیم حاضر. 4 باز نیست؟ چرا؟ حاضر چون من دوربین رو درست کنم. چرا؟ باید بزنم به دوچرخه. بار بزن. آقا من برم اینو حاضرش کنیم 2 ساعت طول میکشه. خب آقا بالاخره اومد. بچه‌ها بهتون سلام نمیکنه، هرچی میگم سلام کن. سلام کن. سلام. دوباره سلام. آدم نیست اصلا. تو ویدیو اول گفتم اسکله. بشو گم شو. دوچرخه تو بعد دوچرخه بردارم. مامانم من برم دوچرخه بردارم. بچه ها رسیدیم. باز دوباره ویدیو میگیرم. بریم داخل فروشگاه ببینیم کیمدی پیدا میکنیم اصلا یا نه. اصلا باید چند تا فروشگاه بریم که ببینیم کیمدی دارن یا نه. بریم. آرمین نصرتی پروداکشن. آقا اولین فروشگاه رسیدیم، بریم ببینیم کیمدی که ما میخوایم داره یا نه. خب دنبال میگردیم. بیا بریم. میخوای من برم؟ احساس میکنم داریم ویدیو میگیریم گیر بدن. بیشتر از ویدیو بیشتر از فروشگاه گیر میدن. بیا همین برای باید باشه دیگه. اینا بیا اسباب بازی کیمدی. خب بیا اونجا بریم ببینیم. میخوای من برم حواسم به چرخ باشه تو بریم جا؟ نه داداش نمیبرم. خیلی بزرگه؟ نه داداش نداره. سوال بکن. خب برو بپرس. خب بیا بریم بپرس. داداش من احساس کنم چیزی میگن. نه هیچی. بیا این رگال هم بریم. برو. چه تویی میکنه بچه به قرآن مجید گیر میدن، اگه گیر ندادن جایزه میدن بهتون. بیا بپرس من برم. ندارن. بریم ندارن. احساس کنم بریم فروشگاه اسباب بازی فروشی بهتر. بریم فروشگاه اسباب بازی فروشی، اونجا احتمالش این بیشتره که داشته باشن. آرش کو؟ آرش نداشتن دیگه. غلط کردی برو بپرس. داشت
یه چیز دیگه پیدا کردیم اینجا رو ببینیم دارن یا نه. اگه نداشتن دیگه واقعا ببینیم اسباب بازی فروشی ها دیگه. آرش گفت اینجا بریم اینجا ببینیم دارن یا نه. بیا از همینجا بریم اینجا مواد غذایی. قسمت اسباب بازیاش مثل یکی نداره. تو برو اون من همین بر ندارم. آقا واقعا باید بریم اسباب بازی فروشی. بریم اسباب بازی فروشی. بچه نمونهش رو پیدا کردیم. دیگه واقعا نیست دیگه باید بریم. داشتیم هم هستم و پیک بعدو نده کنسلم کن. این دافم چپ شده هی میگه به من که هندلم کن. باولم کن کجاستون گلون کاورم کن داولم کن باولم کن. 2 ساعت تو راه بودیم 2 ساعت اومدیم میبینیم مغازه بسته است حاجی بسته است. مغازه که مطمئن بودیم دیگه چیزی که ما میخوایم داره بسته است. الان رسما نه چی گویی بخوریم. چیکار کنیم؟ تو موقع بریم فروشگاه رو ببینیم یکم بگردیم ببینیم داره بعد بیایم اینجا. زنگ دادیم به شمارش گفت ساعت 5:30 باز میکنیم. الان ساعت 4:54 است. همون 5. ما نیم ساعت بعد بریم بگردیم ببینیم جای دیگه باز هستش که بتونیم کیمدی داشته باشه یا نه. یه مغازه اسباب بازی فروشی هم اونجاست. یه لوازم تحریری هم اینجاست. حالا اینا که دوتاشون بستن. حالا باید بریم اونورتر ببینیم دارن یا نه. آقا پیدا نشد فعلا. دوستان عزیز همکنون مشتبه رو مشاهده می‌نمایید که وایس اومد. بسم الله الرحمن الرحیم. خب یه اسکل تماشا می‌نمایید که خیلی اندوهگین است. سر ریدم. بگید لازم تحریری هیچ جا پیدا نمی‌کنه. پاره شدیم اصلا پاره شدیم. یعنی تو شهر ما هیچ کی کیمدی نمی‌فروشه. بریم دیگه باید بریم همه رو بگردیم. من امروز کیمدی رو گیر میارم. بریم برو بریم. آرش قطعش کن. رفتیم 2 تا گیرمون اومد. 2 تا کیمدی سبز. همونم گفت از بغل افتاده. این 2 تا رو خودش فقط کشش داشت. گفت نداره. یه آدرس بهمون داد گفت بریم اونجا پیدا می‌کنید. ما همین 2 تا ازش خریدیم فعلا که بریم جاهای دیگر هم ببینیم. اگه داشت حتما میگم که امشب من کیمدی رو گیر میارم. حالا ببینید. بعدش هم میریم اونجا آنباکسش می‌کنیم. من تا هر چقدر که تونستم می‌خرم، هر چقدر که پیدا کردم می‌خرم، آنباکس می‌کنیم. این 2 تا هم نگه می‌دارم. میریم استودیو و آنباکس کنیم. خب آقا رسید به بالاخره با کلی پارگی با کلی بدبختی گرفتیم و کلا 5 تا گیرمون اومد. کلا تو شهر ما 5 تا گیرمون اومد. بعد تعطیلی هم هست این 2 روز نداشتن. جر خوردیم رسما دیگه. قیافه رو نگاه کن دیگه. ما کشونده کل شهر رو دنبالی تو اون ویدیویی که قبل دیدیم نشونتون دادم اسباب بازی فروشی رو کلا 2 تا داشت. این 2 تا سبزا رو داشت. بعد یه آدرس بهمون داد رفتیم 3 تا دیگه ازش گرفتیم. اونم 3 تا داشت. بعد یه نارنجی گرفتیم ازش. یه دونه آبی یه دونه بنفش. کلا این 5 تا گیرمون اومد دیگه اصلا پیدا نکردیم. حالا اگه حمایت شه داخل چی اسمش بود پارتای بعدی باز میذارم براتون. و ما این 5 تا که آنباکس کنیم 5مین آنباکس آخری، یعنی آخری رو که میخوایم آنباکس کنیم حالا یا خودشو یا پولشو براتون قرعه کشی میکنم میفرستم که شما هم ببینیم شانستون چطوریه. تو کدوم تو؟ من آبی.
من به آبی حس خوبی دارم. من یادم رفت فکر کنم. واسه تا بهت بگم این بود. این بود. اون بود. من آره این بود. این بود. این بود. من به این سبزی میگم که یه چیز خوب داخلشه. آرش میگه این آبیه یه چیز خوب داخلشه. حالا بریم باز کنیم ببینیم. بریم باز کنیم. بریم اولی سبزی منو باز کنیم ببینیم چی داخلشه. یا علی کل این 5 تا حداقل 2 تا نه یه دونه امضا بهم گیر بیاد بقیه‌اش خوب باشه دیگه. دارم میگم باز شد دیگه. لامصب یورو. کارت یورو. بسم الله الرحمن الرحیم. کارت ای بابا. ای وای صدقه کیه؟ نه اون نیست. تو هرناندز نشون بده. من اینو نمیشناسم آجی. من تو هرناندز صده. مال یوروه. واقعا یورو خوبی در میومد. صده. یورو درآمد خوب داره. اینجا میذاریم. همش رو اینجا میذاریم. من چرا نصفم؟ اینطوری کنم بهتره. خب برچسب 2 تا برچسب. ای من ریدم تو اینشون. روبرتو باجو نه زامبروتا بعد با تیری آنری. برچسب شانس من رید. آخری چیه ببینم؟ کارت فکر کردم این چیه دیگه؟ فکر کردم کوکوه. کاکام بود. من چه شبیه چیزه کرواسیه. مربی کرواسی. بار بابا من ریدم تو این شانس دیگه. مربی کرواسی افتاد یه نشان. دیگه این مجسمش این برچسب واسه مجسمشه. ناموسن یورو در اومد. یک چیز خوب در اومد دیگه. تو هرناندز چی میگه؟ ریدم تو این شانس. اول این شانس این مال تو بود. حالا من ببین چی در میاد. حالا آبی مال آرش. آره. آبی مال آرش آنباکسش کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. استقلاله. از اون اسمش چی بود؟ سامه. کدوم؟ پشم. یو خدا. سامه افتاد آجی. آجی شام تو آرش کن. مرسی نیافته تکراری. پشمات بریزم اشتباه. ببین من قوی هم داشت کروس افتاد. کروس 100 هندونه به دست. رئال سامر. قابل نداره. بگیر. قابل نداره. اینجا داشتم میگیرم. سامر کروس. قابل نداره. ها این یه برچسب. نه آنجلوتی نیست. بیو نمیدونم. اینجا بگیر. اینجا هم این دوتا افتاد بهمون. از سامر و کروس من راضیم. خدایش. بارسلونا 81 گاوی. حاجی من راضیم. حاجی این سفیده. داخل کامنت بنویسین آرش سفید. گاوی بچه‌ها. بارسلونا. بعد اینم که گاویه دیگه. کو چه شورتش هم میشینه. شورت آقا بارسایا شورت بارسا این نیست حالا خودتون. تبلیغات سامر رونالدو. سامر این بیفته من تبلیغات سامر رونالدو. آقا سامر خودش بعد امضا سامر بهترینه. بعد امضا سامر بهترینه. خب این چندمی دومی. پنجمی واسه بنا. آقا آخری بدم. همرنگ قاب آرشه. ببینیم بنفشه تو. الان باز منو چیز کردی باز الان خوب در میاد. رئال مادرید. واسه اینم چیه؟ نه رئال مادرید. امضا نیست. ساده است. کارت من. شام سرش این. منم اینو دارم. این از این یکی شامنی افتاد. اینم بعد افتاد. برچسب. اون یکیش کو؟ پایینه. برچسب این. برچسب منم اینو دارم. والورده است. دقیقاً چیزای من افتاد. تکراری. آره. کوپ این کارت این بسته که من باز کردم. منم دارم. بیا. پرسپولیسیه. تکراری افته. من اینا رو دارم خودم الان داخل دکور گذاشتم. آوه استقلالی در میومد دیگه. بچه‌ها این استقلالیه. من پرسپولیس دیشب دربی داشت. داشتیم می‌خوردیم هم. پرسپولیس بود. پرسپولیسی به استقلالی خوش میاد. چرا؟ خب بیا پوفیوز.
باز کرد بله. دو تا مونده. این چهارمی. من میگم اینو بذاریم آخر. واسه بچه کدوم واسه بچه‌ها؟ این سبزی واسه بچه‌ها. یا نه باز کردم. نه باز کردم. نه خب نه توش رو بیا. فهم کنی کیه؟ سامر کی؟ شانسی سامر لروی سانه چه میدونم بگو. من احساس کنم سامر نیست، امضاه. امضای مثلا مودریچ. مثلا لواندوفسکی. کاکا در میاد بیاد من تو رو میکشم. عاشق کاکا هم. ببین قدیمی یوونتوس. ادگار داویدزه. دل پیرو. دیدی گفت ادگار داویدزه. اینو داری تو؟ این هم داری. برچسبشو دارم. اینم نه خودشون نه این برچسبشو دارم. ناموسن لفظو بیان ادگار داویدزه. از این بگیر. تو دوربینم نشون بده کیه؟ ادگار داویدز با عینکای خوشگلش. برچسبا رو بگیر. بکام کوین یانگو ادگار داویدز. اتو ساموئل اتو. من ریدم تو این شام. اصلا من میرم. نه به قرآن. نقشه چی اسکو؟ الکی دارین. به خدا. بیا. الکی دارین. دوستش ندارم. هر کی اینه. دوستش نداری؟ ناموسن. خدا شاهده. بچه خوبی گلی. چه حس می‌کنم جنسون تو مسخره. اسکول خب. ها جدی؟ ها فکر کنم نور افتاده اینجوری. برچسبشم بچه‌ها هریکینه. برچسبشم مجسمه‌شم هریکینه. حالا آخری آرش باز میکنه و هر چیزی افتاد، حالا خودتون داخل کامنت بگید یا خودش اگه چیز خوبی افتاد یا از بازیکن خوشتون اومد یا خودش، یا بگین من پولش رو براتون به اسم پیام میدم، شماره کارت میگیرم و پولش رو براتون واریز میکنم. بگی و آره دیگه بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم. داره حساس جذاب از ایناست. منچستر یونایتد. واسه اول از این آخر باشه. این تیمش چی؟ این مسخره است. استون ویلا. این خیلی مسخره افتاد. قرمز هم هست. آره نه داشت پیرنش آبیه. موسی دیاب. این برچسبش گرفت. ببینم. به بچه نشون بدم. بله این منچستر نه بچه‌ها فورلان بهتون اینو داد. من نمیشناسم خیلی بازیکن قدیمی ها و اینو داد دیگه بهتون و اگه خواستین بگین که من اینو بهتون بدم یا چیز با فورلان گاوی و فورلان مجسمه‌اش هم آق موسی دیابی. تمام. شانس ببین به قرآن مجید رفتی خرج کردید به این آتش خود به قرآن میرفتی ترکیبی میگرفتی از دیگه طرف. چیه این 4 تا آتش خالی کارت گرفتی به قرآن ناموسن چیه اینا الان؟ خب همین گرفتی میخوایم چی کارش میکنیم اینا دیگه؟ حالا اگه بچه ها حمایت کنم بیشتر میگیرم، گفتم از 10 تا به بالا میگیرم. خدایش برای ویدیو کم بود 5 بود ولی خب تقصیر من نبود، پیدا نکردم. داره فشار میخوره. من خودم دارم فشار، یعنی من الان ویدیو قچی سرم میتونم دیوار. من فقط از سامره کی بود؟ کروس همونی که من گفتم. بله سهم منم بده. بله گاوی بچه من از سامر بهم چیز افتاد. بذارین 3 تا امضا دارم، یه دونه سامر. بذارین نشونتون بدم. سامر مسی دارم. اصلا کافه دیگه. این کیه جدا؟ کرواسی این کیه؟ شبیه جکی چانه. نشون بده جکی چانو. بله شامنی فرشاد پیوز هم تو رو ول نمی‌کنه. آدیداس این چیه؟ اون مثلا لوگوی تیم قبل مثلا تیم ملی ایران رو فلان نیست دیگه. نه بود. مطمئنی؟ بله. ناتو هرناندز. بدترین کارت یورو رو داد. من میدونی فکرم کیه؟ مثلا گفتم مثلا تو یورو امباپه. نه امباپه نه، مثلا رودری بعد مثلا این چیزا گفت. به قرآن مجید رودریگو آخه بده من. اصلا رودریگو اصلا برزیل یورو نیست اصلا. گاوی دیگه.
رو از کجا تو بودی؟ اینو بذار اینجا، اون دوتا هم بذار اینجا. خب آقا این بود از ویدیوی آنباکس اسمش چی بود لامصب ها؟ کیمدی. بعد اگه واقعا خوشتون اومد از این سبک ویدیوها بگید من براتون بیشتر آپلود کنم یا اصلا براتون یه شورت ویدیو بذارم فقط کیمدی آنباکس کنیم. اینا یک روز حذفیه. بعد از این جور ویدیو براتون بذارم حتما ویدیو لایک کنین، کانال منو سابسکرایب کنین، اون زنگوله پایینم بزنین که هر وقت ویدیو گذاشتم به یوتیوب بهتون خبر بده که موجی فامیلی ویدیو گذاشته، بیاید ببینید. پس تا ویدیو بهتر، خاطرات قشنگتر، بدرود.